سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما صحتمند و سرحال باشید. خب مدل هوش مصنوعی جمینای ما امروز به شما معرفی میکنیم. هوش مصنوعی جمینای یکی از هوش‌های پیشرفته جهان است که در بخش تحقیقات، ساخت عکس، ویدیو و غیره استفاده می شود. خب ما اینجا چند ویژگی عمده شبتان معرفی میکنیم. خب میریم در وارد گوگل کروم میشویم. قبل از اینکه ما جمینای سرچ کنیم، در افغانستان متاسفانه محدود است و یک وی پی ان باید وصل کنیم. خب وی پی ان ما وصل شد. حالا میریم در گوگل کروم، ما در سرچ باکس ما جمینای سرچ میکنیم. خب جمینای ای آی سرچ کردیم. اولین وبسایتی که میاد لاگین میشویم، کلیک میکنیم. خب این صفحه جمینای با ما باز شد. صفحه جدید باز کنیم، سرچ چت، یعنی چت های قبلی جستجو کنیم میتونیم. خب این لایبرری ماست، ما چی جستجو کردیم، ما چیزی قبلا انجام دادیم. این صفحه کاملا صاف و پاک جدید است. در اینجا ما اولین کاری که میکنیم یک سلام برایشان روان میکنیم. خب های سرعت مدل هوش مصنوعی نسبتاً بهتر است و نسبت از سایر هوش مصنوعی بالاتر است. خب ما یک پیام روان کردیم. حالا میریم یک عکس اپلود میکنیم برایشان. میخوایم بعضی تغییرات ما در عکس بیاریم. خب این چهره ما میگیم برایش یک پرامپت از تلگرام میگیریم. میتونیم از کانال های مختلف تلگرام پرامپت های مختلف بگیریم. خب ما این تکست این پرامپت میگیریم، برایش روان میکنیم. عکس ما در حال ساخت است. خب یک عکس ما را طراحی کرد. میتونیم از اینجا دانلودش کنیم، کپی کنیم، شیر کنیم، سیو بزنیم و غیره. اگر بخوایم یک تغییرات دیگه پس اضافه کنیم، میتونیم از اینجا مشخص کنیم که تغییرات یا تکست اضافه کو، یک چیزی خط مثلا بالایش نشته میکنیم. هر چیزی که بخوایم میتونیم استفاده کنیم. خب این روش ساخت عکسش بود. میریم یک بخش مهمش تحقیقات است. میریم یک تحقیقی را انجام میدیم، یک درباره تحقیقات منابع را پیدا میکنیم. میریم در بخش مثبت کلیک میکنیم، مور تولز میایم و دیپ ریسرچ انتخاب میکنیم. وقتی که باز شد، ما برایش یک متن مثلا میگیم خب نقش هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک اپلود میکنیم که می با ما منبع و بعضی فکر کنیم یک مقاله نوشته میکنیم. این موضوع ماست، میخوایم درباره این موضوع مقالات یا سایت های مختلف را پیدا کنیم. خب منتظر میمانیم تا تکمیل شود. دوستان عزیز، اینجا متوجه شدم یک سوالی از ما نموده که آیا میخواید تحقیق را در این باره آغاز کنیم. یگان جزئیات را گفتن و ما میگیم بله، شروع تحقیق. خب بعد از این شروع میکنه به جستجوی منابع. خب منتظر میمونیم تا منابع تکمیل شود. خب دوستان عزیز، ما یک از منابع را باز میکنیم. این منابع را باز میکنیم. خب ببینیم اینجا یگان معلوماتی است، یگان اطلاعات درباره ای-کامرس یا تجارت آنلاین است. خب یک منبع بود، یک لینک بود، یکی از همون لینک ها بود که خیلی لینک های بیشتری به ما تحویل میدن. خب لینک های زیادی رو به ما اینجا ارائه میکنن. ما یکی از اون رو باز کردیم و دیدیم. خب دوستان عزیز، ببینید به ما اینجا تمام معلوماتش ارائه شد. یگان گراف ها و یگان فیصدی هایی هستن.
منابع مختلف هست اینجا، میتونیم هر کدامش رو چک کرده بتونیم. خب دوستان عزیز، ما یکی از این لینک ها رو باز میکنیم. مثلا این لینک ما باز میکنیم. دوستان عزیز ببینید که اینجا بعضی چیزایی نوشته، بعضی مقاله درباره می تجارت آنلاین، یک معلوماتی هست، نقش هوش مصنوعی در بازار آنلاین یا تجارت آنلاین است. خب با همین قسم میتونیم ادامه بدیم. دیگه بخشای بیشتری دارد و فعلا به خدای پاک شما رو میسپاریم و خدا کنه که ویدیو خوشتون آمده باشد و چیزی ازش آموخته باشین. خدا نگهدار.